سلام، سیاوش هستم. پارسال توی همچین روزی بود که ما با اتفاق مهدی و آقا محمد رضا و آقا رضا در کنار هم جمع شدیم، یه کار رو شروع کردیم. پارسال 4 نفر بودیم، امسال 15 نفر. سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امشب اینجا دور هم جمع شدیم. باعث افتخاره که همچین تیم در واقع پرقدرت، بچهای بسیار خوب، باعث افتخاره واقعا. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان گرامی. بنده رضا احسانی هستم. خیلی خوشحالم که جشن 1 سالگی آریامن رو داریم با هم در یک محل و لوکیشن خوب که کنار هم هستیم و بتونیم از این شب استفاده کنیم. فرشته عابدی هستم، حسابدار تیم آریامن. خیلی خوشحالم که با این تیم همکاری میکنم، باعث افتخارمه و تبریک میگم 1 سالگیشون رو. انشالله که سالیان سال این تیم پایدار باشه و موفق باشن. آرزوی موفقیت دارم و پیشرفت روزافزون. سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که عضو تیم آریامنم. امیدوارم که سال بعد تمام رتبه‌های 1 گوگل رو گرفته باشیم و تو صدر نتایج گوگل باشیم. به نام خدا. میدونید که شرکت آریامن و دوستای خیلی عزیز من تشکیل دادن. آقا مهدی کرامتی، آقا سیاوش سیامرزگویی، آقا محمد شهری، آقا رضا احسانی که امشب ما رو دعوت کردن برای جشن تولد 1 سالگیش. از یک طرف باعث خیلی افتخاره برای من که همچین دوستای عزیزی دارم و باعث خوشحالیه که میبینم این دوستان بعد از گذشتن روزهای سختی که پشت سر گذاشتن تونستن به یک نقطه‌ای برسن که شاید برای خیلیا این نقطه آرزو باشه، شاید برای خیلیا دست نیافتنی باشه حتی. و واقعا برای من باعث افتخار بود امشب کنار دوستان بودم. امیدوارم که روز به روز این شرکت هم بزرگتر بشه و هم روزهای خیلی خوبی رو ببینه و در اوج باشه همیشه. موفق باشه. سلام، من فائزه روانی هستم، گرافیست تیمم و خیلی خوشحالم از همکاری با تیم آریامن. آرزوی موفقیت میکنم. سلام، فرید مختاری ام. خیلی خوشحالم که تو تیم آریامن و فارما فعالیت میکنم. تشکر میکنم بابت امشب. یه چند ماه دیگه امیدوارم که جشن فارما رو داشته باشیم. سال بعدم ان شاءالله جشن مشترک با هم بگیریم. من ساناز نظری هستم. خیلی خوشحالم از همکاری با مجموعه آریامن. انشاءالله که سالیان سال همکاری بسیار خوبی همراه با موفقیت‌های روزافزون در کنار همدیگه داشته باشیم. خیلی ممنونم از همه دوستان که اینجا تشریف دارن. من بعد از فکر می‌کنم در 11 سال کار کردن تو شرکت‌های مختلف بالاخره اومدم شرکتی که فکر می‌کنم که میتونم کمک کنم. آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم که هر سال این جمع باشه. سید حسین حسینی هستم. باعث افتخارم با مجموعه آریامن دارم کار میکنم و آرزوی پیروزی سربلندی دارم. پانیز موسایی هستم. خیلی خوشحالم که با این تیم همکاری میکنم. انشالله سالیان سال در کنار هم بتونیم همکاری خوب داشته باشیم. خب کلام آخر، مرسی از همه عزیزانی که با همتشون باعث شدن که ما امروز بعد از 1 سال در کنار هم جمع بشیم. با افراد زیادی تو این مسیر آشنا شدیم و قرار این تعداد افراد بیشتر بشه. به امید خدا قصدمون اینه که در سالهای آینده بتونیم پرتلاشتر، قوی‌تر برای ایرانمون قدم‌های مثبتی برداریم. امیدوارم که دوستان در این مسیر بتونن بیشتر به ما کمک کنن. مسئولین اگر جایی تونستن بیشتر به ما کمک کنن تو حوزه آیتی. خلاصه قصدمون اینه که ما هم بتونیم یه خدمتی به مردم ارائه بدیم و آریامن همیشه در کنار شما خواهد ماند.